خب سلام خدمت عزیزان. بارها بهتون گفتم دوست دارم مراجعه کننده که میاد پیش من با تحقیق بیاد و حتما اگر قراره کار زیبایی انجام بدیم این کار اورژانسی نیست. حالا برای یه ذره هزینه کم و زیادم نیاییم پزشکی انتخاب بکنیم که حالا کسی رفته پیشش راضی نیست و اینا. حالا من میخوام بدونیم یکی از زیباجویان که الان اومده پیش ما داریم الان همین دارم چربی ازش میکشم، یعنی کاملا پروسه بدون درده. خودش راجع به اینی که چقدر واقعا من کیف کردم اینقدر با تحقیق اومده خوش توضیح میده. بگو از آره دیگه، من کلا یه دختر حساسی هستم که وقتی میخوام یه کاری انجام بدم کلا خیلی باید برم تحقیق کنم، مشاوره کنم، برم ببینم نمونه کاراشون رو ببینم. حالا قیمتش اصلا مهم نیست، شاید قیمت پایینم پیدا کنم، بعدش مراقبت، بعدش چه اتفاقی برام بیفته مهمه. مثلا به خاطر اینکه الان اینجا هم هستم شاید یه 20 تا دکتر من رفتم، مشاوره شدم، ویزیت الکی هم دادم، گفتم مهم نیست ویزیتی که دارم میدم، کارش برام مهمه. و اینکه الانم اینجام و خیلی هم راضیم از کارتون، دردم اصلا ندارم، خدا رو شکر تا الانش خیلی خوب بوده و میدونم که نتیجه خیلی خوبی هم داره، چون واقعا انگار به دلم افتاده، حس خوبی ازتون گرفتم. یعنی عزیزم این نمونه کاره که دیدید شما همون آره. چطور بود نمونه کارتون که عالی بود و اصلا کلا از اون اولی که اومدم انقدر احساس آرامش داشتم، خوب بود که دردم هم انگار حس نمی‌کنم، اصلا درد ندارم. خوبی است، خیلی خوب بود. خیلی ممنون. و بازم اون بحثی که همکاری مریض خیلی مهمه. وقتی که شما آرامش داشته باشید جراحتون هم آرامش داره و کارش میتونه بهترین انجام بده.